آیسی به غلام پهلوان غلام خدایی اکنون داخل میدان شدن، وارد شدن. میخواد که با کیمیای خودش با تمام پهلوانای سمت شمال با یک رقابتی مسالمت آمیز، با یک گستکشی که البته در جشن عنعنوی که با یک میزبانی خوبی ریاست فدراسیون انشالله که با تصمیم کابینه کمیسیون و کمیته هایی که از طرف ریاست فدراسیون تشکیل شده انشالله با میزبانی تمام ولایت ها پهلوان غلام خدایی، پهلوان بشیر باباشور، تمام پهلوان های ولسوالی های امجوار انشالله میخوان که رفیق و اندیوالایشان که از تمام ولایت آمدن با یک خنده با خوشی از کیست؟ فرید است. دو سال از آسمان میگیره، نخواست که امتیاز شد، متاسفانه چانس یاری نکرد. 2000 افغانی از طرف محترم فاتح سید، یکی از مجاهدین ولسوالی ارغنجخا، عضو کمیسیونی مدنیات ولسوالی شیوا با تمام پرسنلشان خوش آمدید و خیر مقدم میگیم. نوید پهلوان است، نوید یا جفزل جرم است. ببینید که چانس یاری میگیره و سمت دایره امتیاز متاسفانه نمیذارن که گسلار به خط دایره امتیاز برسونه و 2000 افغانی از طرف رئیس فرید جان، رئیس فدراسیون ریسکشی ولایت پنجشیر این سال مکمایی بکنه. نمیده گونه دانه چی رقم است؟ سایز بطور 2000 از طرف رئیس ولایت پنجشیر امروز خود را احساس میکنه در کنار بدخشی های خودش تشویق میکنه، چابک سوارا را سالم میگذاره. ایسی فوادک برزاد است. ببینید که به سمت دایره امتیاز میخواد. جوی یکیاز؟ یکیاز؟ کما این هم را ببینیم که امتیازی دو میره میگیره خیر. غازی جان از پهلوانای ولسوالی راغه ها بسواری از رئیمی ولسوالی شهری بزرگد. بله امتیاز می شود. گوساله را در دل داره پرتاب میکنه مستقیم دو امتیاز دایره والا بنفی ولسوالی شهری بزرگ غازی جان امتیاز کمینه. نواردران از پهلوانای نامدار ولسوالی راو بسواری اسبی قومای شهری بزرگ مستقیم امتیاز دایره اعلام کنه. سعیدی و از پهلوان برادرش است. شمال مبارز شمال عامل سبی شوالی خان است. به سمت دایره امتیاز میره. ببینید که امتیاز میگیره خیر با سرعت 180 درجه 2 سال از خط دایره امتیاز عبور میکنه. امتیاز نمیشه، زحمت میکنه سعیدی و از پهلوان مبارز شمالی رئیس فدراسیون ریسکشی ولایت بدخشان یک پرواز داد، متاسفانه با سرعت 2 سال از دایره عبور کرد. سلام شاه پهلوان باز هم شیوا. آفرین به قومای شیوا میدان مسابقات رونق دادن. طیب پهلوان از پهلوانای نامدار ولسوالی بارستان بسواری سمندی بالداری خودش مستحق یک امتیازی بیرق کمایی نبود. باز هم سلام شاه پهلوان است. نه بیرق گرفت فروش کردن. بسواری اسبی خلیفه زیای شیوه بدخشان از چابک سورای افسقال فیلن سلام شاه گسلر اختیار دارد. باز هم سرگل پهلوان آقا محمدی بارستانی هم دست بکی سال بند است. سرگل پهلوان است. هم یک خیر از پهلوانای فاتح سیب از ولسوالی ارغنجخای شیوه ارغنجخای ولایت بدخشان سرگل پهلوان. خوجین عبدالبصیر قصاب بارستان است. با سمت دایره امتیاز میاجی غلام خدایی پهلوان است. ببینید امتیاز میاد. متاسفانه گساله به خط امتیاز آجی غلام خدایی پهلوان بین ویرت خوجین عبدالبصیر قصاب یکی از تاجرای جوان ولسوالی بارستان آجی غلام خدایی پهلوان میخواد که امتیاز کمایی بکنه. ببینیم که امتیاز میگیره یا خیر. امتیاز میشود با ویزالی اکمی میدان تایید میکنه که آجی غلام خدایی پهلوان
با وینوی خوجین عبدالبصیر قصاب بنفیل اسمالی بارستان آجی غلام خدایی پهلوان امتیاز کمایی میکنند. مسئولی اسمی عبدالبصیر قصاب مستحق جایزه این نمره امتیاز بنفیل اسمالی بارستان جمعی کرد. چه پهلوان است از بیرق بریم از پهلوانای ولسوالی و کمیسیون هایی که از طرف فدراسیون با بزرگان شخصیت ها استاران که البته برگزار شده یک بار دیگه نظری یفتل مسئولیت گسله را اختیار داره است. از پهلوانای نامدار ولسوالی راغ فعلا مسئولیت گسله را به سمت دایره امتیاز یا متاسفانه که از پهلوانای خوبی ولسوالی های راغه ها سردار پهلوان بسواری از بی نظری سبی یفتل فعلا مسئولیت گسله را به اختیار داره. ببینیم که امتیاز کدام چابک سواری ما به خط جور میرسانه و دو نمره امتیاز دایره علاله کمایی میکنه. احمد پهلوان احمد پهلوان است از پهلوانای حاجی سبی ایوب بای بسوری رسمی رئیس ایوب بای رئیس فواد یک درزاده مرکز فیض‌آباد است. بسوری مشکی رئیس خالدی ولایت تخار است. جاوید پهلوان بوده به اختیار داره سریپان نمیدیس؟ ولایت سریپان احمد است احمد؟ احمد پهلوان است. بسوری مشکی رئیس خالدی ولایت تخار گسله را اختیار داره. ببینیم که امتیاز میگیره به نفع ولایت تخار یا خیر. متاسفانه که اجازه نمیتونه به سمت دایره امتیاز بیا. از میمانانی که البته سری پلس؟ احمد پهلوان گسله را اختیار داره. خیر امتیاز میشه. متاسفانه که امتیاز نمیشه. گسله از خط دایره امتیاز عبور میکنه. دوره بتین دوره بتین بسوری رسمی نو خرید خرش فیلن گسله را اختیار داره. از پهلوانای ولسوالی جرم است. پهلوان مسعود بسواری اسبی کو مسعود؟ مسعود پهلوان بغلانی سعید مسعود سعید مسعود بدخشان، کابل، مزار از ایشان قلبا سپاسگزاری میکنیم که همیشه با ما همکار و همگام هستند. عبدالباری پهلوان، اسمت شاه پهلوان است. بسواری اسبی پهلوان الهی بخش ولسوالی بارستان است. اسمت شاه پهلوان برادرزاده مردانه شیوه بدخشان. ببینیم که گسله وقت ما اسبی و هم نبود ایلی بخش ما ایلی بخشیدم کردم شیوه گسله اختیار گرفته. سلام شاه پهلوان است. ببینیم امتیاز. متاسفانه که موانع ایجاد کردن نگذاشتن که سلام شاه گسله را به خط دایره امتیاز برسانه. مستقل بره تا سلام شاه پهلوان به طرف دایره امتیاز. سلام شاه پهلوان است از ولسوالی ارغنشهای شیوه است. باز هم سلام شاه گسله را به اختیار خود میده. نمیگذاره به حریف خود که گسله را بگیره. میخواه امتیاز خود. متاسفانه که از خط دایره امتیاز عبور میکنه.